سانتفوره. دوستان اینجایی که میبینید الان کاملا خوش، بی آب و علف، هیچ جای دیدنی اینجا نمیبینی. کاملا هر جوری که میبینی کاملا خشک و بی آب و علفه. الان میریم توی یه لوکیشن خیلی خفن تو این بیابون که اصلا آدم انتظارش هم نداری. خشکی اومدیم داخل چی؟ این زیبایی قشنگ. رسیدیم به اول این غار واقعا شگفت‌انگیز که من اصلا از اینجا خسته نمیشم. بهش میگن غار زینگان. بیاین با هم بریم داخل لذت ازش ببریم. بیاین دوستان. اول مسیر غار زینگان این ماهیا رو ببینید چقدر آبش زلال و قشنگه. بیاین با هم بریم زیر آب. بریم برای ادامه مسیر.
جای قار اینقدر تنگ میشه که با یه نفری فقط ازش رد بشیم. داخل محیط خنک، بالا گرم. دوستان این خزه ها رو ببینید چقدر قشنگ رشد کردن. یه جایی شنیده بودم میگفتم فکر خوراکی هم هستن این خزه ها. ببینم چقدر واقعیت یا صحت داره. یکی از دوستان بهم گفت که خوراکی هم هستن. جا دون خالی، آبش خنک، آدم لذت میبره اینجا. دوستان اینم یه چشمه ای که من هر سری میرسم از اینجا آب میخورم. خیلی خنک، خوشمزه. تامدار بیایم بیابون خشک. همونطور که میبینید هیچ آبی، هیچ چیزی وجود نداره، کامل گرم. ولی میای داخل این غار یه جایی مثل بهشت، خنک، پر آب، سرسبز. آدم لذت میبره اینجا. خب دوستان رسیدیم به دم غار، اینجایی که دیگه خفنی این غار شروع میشه. اینجا یه باد خنکی از اینجا میاد بیرون. این عین این که یه کولر اینجا روشن کردن که باد خنکش از اینجا دیگه داره در میاد. حالا بیایم با هم بریم داخلش رو ببینیم. ببینید چقدر رویایی این غار زندگان. جای رویایی رو هم ببینید.
از چی اینجا لذت میبره؟ از تمیزی اینجا. مردمی که اینجا زندگی میکنن، ما کردها خیلی به آشغال و به این چیزها حساسیم. از اول مسیر تا آخرش من هنوز هیچ زباله‌ای تو زمین ندیدم. خیلی برام قشنگه. همشون گرم، خیلی رعایت میکنن. دوستان پر آرامش اینجا واقعا. میخوایی مدیتیشن کنی، اینجا یکی از بهترین نقطه هاست به نظرم. خیلی زیبا و قشنگ و همه چی اوکیه. خب دوستان اینجا بهش میگن غار زیدان. چرا بهش میگن غار؟ تا اینجا که اومدیم سرباز بود. این یه تیکش که دیگه سرپوشیده بهش میگن، به خاطر اینجا بهش میگن غار زیدان. یه با هم اینجا برد دیگه غار پوشیده. دیگه داریم به آخر غار نزدیک میشیم. آخر غار چیه؟ یه آبشار خیلی کوچیک قشنگ آخر این لوکیشن زیباست. خب دوستان اینم مسیر گفتم یه آبشار کوچیک اینجا هست. این همون آبشار کوچیک هست. بالا اینجا بریم بالا تا برسیم به اون آبشاری که اون بالا میگه. این مسیر سخت ولی لذت بخش در عین حال. رسیدیم به کجا؟ آخرش و این آبشار رؤیایی. بیرون این لوکیشن بچه یه بیابون خوش، داخل این غار خنک، یه آب یخی خوب. آدم لذت میبره اینجا. وزنتان چینه مخلصی.